11 مای دو نورس مسلح به گیمنازیای رقم 175 در کوچه فیضی شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه حمله کردند. بنا به خبرها در نتیجه حمله دست کم 11 نفر اکثرا کودکان کشته شده، بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. یک حملهگر را پلیس زنده دستگیر کرد. والدانی که با فرزندان خود تماس داشتند خبر می‌دهند که کودکان برای نجات جان خود در زیر پرتوها پنهان می‌شوند. برخی کودکان برای نجات جانشان حتی از تیره‌های قبط سیام بنا خود را به زمین پرتافتند. یک نماینده گیمنازیای رقم 175 گفت یکی از حملهگران 17 سال داشته شاگرد همین مکتب بوده است و او را دستگیر کردند. یکی از خوانندگان با خود سلاح آورده همسنفانش را پرانده است. پایگاه خبری بازا نام حملهگر دستگیر شده را نشر کرد. او النوز گالیویف بوده 19 سال داشته است و 4 سال پیش گیمنازیای رقم 175 را ختم کرده حالا در کالج در رشته برنامه‌سازی کامپیوتری تحصیل میکرد. پدر النوز گالیویف گفته است که پسرش دیندار نبود، یگان فکر و نیت بدی نداشت و یا نشان نمیداد. در پی تیراندازی در گیمنازیای رقم 175 در دیگر مکتب‌های شهر قزان تدبیرهای امنیتی را شدید کردند.